هجران غم مخور ای غریبی بینوا از درد هجران غم مخور یک دو روزه هست در غربت تو مهمان غم مخور از وطن دور و جدا از جمیعی یاران یوسفی گم گشته باز آید به کنعان غم مخور یوسفی گم گشته باز آید به کنعان غم مخور کلبه احزان شود روز گلستان غم مخور گرچه مشکل آمده بگذاشتی زیبا وطن گرچه دادی مرده ها بسیار به مور و کفن جای ناشکری نباشد عبرت است بر ما و تو گر بهار عمر باشد باز بر طرفی چمن چتر گل بر سر کشیم ای مرغ خوشخوان غم مخور یوسفی گم گشته باز آید به کنعان غم مخور کلبه احزان شود روز گلستان غم مخور اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله من اون تو اون جایشی وقت جوابش نگم برای شما میگه برادر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفت سوال درباره نماز تسبیح این برادر عزیز حکم جمع علما خواندن این از زمره بگیم مستحبات یعنی این نه فرضه نه واجبه نه سنت مستحب همین اکو در حدیث آمده است که اگر علما در اصلا گردیم زیادتر بحث مناظره کردن که شود در یک هفته یک بار یا در ماه یک بار یا در سال یک بار یا در عمر یک بار همین نماز باید بخوانیم این نماز تسبیح عبارت از 4 رکعت هر رکعتش در 75 بار سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله بعضی روایات آمده است که ولا حول ولا قوة الا بالله انا همین تسبیح را مقصد شما 10 بار پیش از سوره فاتحه را خواندیم خطی زمی سوره 15 بار بعدی او بعد مقصد رکوع در رفتیم 10 تا راست شدیم 10 تا سجده در رفتیم 10 تا باز مثال بلند شدیم 10 تا باز سجده در رفتیم 10 تا جمع در یک رکعت 75 بار همین تسبیح را باید جمع در همین 4 رکعت 300 بار باید همین سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر بعضی روایات زیرو ولا حول ولا قوة الا بالله اینا میگن نماز تسبیح الله. خب حکم از تلفن دیدن ویدیوهای فاحشگی البته این گناه برابر است
زیرا خداوند چشمها را گوشها را موظف کرده است که باید در این راه سر فرمان نشود. برای همین دادرای عزیز بسیار احتیاط کنید که شما را یکی از سبب‌های بی‌توفیق شدنتون همین نمایید. یکی از سبب‌هایی که ضعیف میشین یک قطعی زنک همخوابه شده هم نمیتونین همین. یکی از بدبخت شدن از زنهاتون حتی جدا شدن یا اینها را میبینیم بعد زنک‌ها را مجبور میکنیم که اونا ببین او چکا کرده سیوزختر بگر همین حالت در مثال من میکنیم. خب میشیم بینها این در منتالیتیت ما این در آداب همخوابگی ما نمیدونیم. میشه در اینجا تلاطم، میشه جنجال پشت میخوان ای پشتی چه؟ یعنی پشتی نمیگید های فاحشگی. و همین دادرای عزیز این گناه این کار هیچ وقت نکنید زیرا این ویروسی هست که در ذهن یک جا بگیره تمام ثواب نیکی‌ها میخوان نبود. خب سیون در کدام وقت دعای اللهم اینی اعوذ بک من عذاب القبر و عذاب جهنم و عذاب فتنة المحیا و الممات و من شر فتنة مسیح الدجال. دعا وقت ندارد، هر وقت این دعاها را بکنید پشتی نمازه پیشای نمازه. خب هر لحظه که اون قرآن میخونی هر لحظه که این دعاها را کنید که خدای پناه طلب میکنم به سوی تو از عذاب قبر، از فتنه هایی که امروز هستند، از فتنه هایی که بعدا میآیند خدای به سوی تو پناه طلب میکنم. هیچی باقی ندارد. این مسئله دعاها دا برادر نمیکنم نه یکون هفته گشتیستم یک 3-4 شهر رفتم من سوال همین بعد نماز دعا کنیم همین گفت را کی میگه که همون زور تو کس بود. همین دلیل قبول که پیامبر من کرده باشه که بعد نماز دعا نکنه. فتنه این شور انداختن در کار نیست برای از یک اندیشه که شما در کدام ملکی در کدام دولتی و همچنان هم چیزهایی را که مثال نمیدونیم پرسیم بهتر شد که مقصد که علما درگیر در اینا چی ها گفتن. بگذار مردم ما برادران من جهان بینی وسیعه. من در هر جایی که رفتم از شهرها در بیرون از خارج دارم با آدمای مذهبی هم نشستم با آدمای بی مذهب هم نشستم. هر کسی الله و رسول میگه ما قطعی و سلام علیک در آغوش گرفتگی ولی به هر حال هم که باشد لیکن مذهب حنفی که هست با هم موافقی مذهب رفتن میکنم. در کجایی که رفتم شرط نیست که آمینی بلند من باید آمینی بلند بکنم. شرط نیست که او را فیادین میکنم معنیش بکنم. لیکن من تعلیماتی که مذهب رو گرفتم که با حدیث ثابته منم پیروی از اون مذهب رو میکنم. یعنی با رفتن هر جا با نشستن هر کی بسیاری همونی که میگن ملاشون همین تلفونه همین چیزی گوش کردن این همین ملای او همیه و یکی میپسه کویا دلیل بود بعد این چیزا میگه بعد یکان ساعت پس میرا بیرون یا افر میگردم میکوا پیروش زنگ میزنه بعد اون چیزا میگه بو میآید با یک دیگهش میگه که بو گرنگ میشود. این قدرن چیدن در بیچاره این قدر سرگردانیدن به خدا بهترش همین نیاید. پیروی ای مذهب مکنیم انشاءالله بسیار به خدا خیر زیاد دارد. برادر از برای خدا میگم همیشه به خدا مذهب ما و مذهبی که من همه مذهب را اعتراف دارم. ما هیچ مذهب در یگان سخن بیجا در حق نداریم گفتن. ما صدقه همه مذهب هستیم ولی مذهب خودمان شرکیات خرافات بدعت نداریم. ما دشمن خرافات و شرک و بدعتیم. برای همین این چیزها را برادر عزیز برای هر که چیزهای زیادی نیامیده خوب بکنم. من شما کم کنم. در دین اسلام ابورت کردن ممکن است یعنی اگر ممکن باشد برای چی اونا زنها یا اینکه در کدام مطلق حاملگی ممکن است. مسئله ابورت برادر عزیز
بشرطی که اگر بر مادرها یعنی به همون زنها اگر تولد کردن همون زیان داشته باشه، مثال من چند خواهرام من گفتن که دکترها میگن که اگر بیاد تولد کنی خودت کور میشه. حالا توی میشه که دیگر در این حالت 4 ماهه، 5 ماهه، 6 ماهه وقتی به مادر زیان میآوردگی باشه ابورت کردنش هیچی باقی نداره. یعنی مادر حفظ کردنش مهمتره ای او شکم دیدگی مثال فرزند دارد. لیکن تا 4 ماهگی قول علما هست که زیرا 4 ماه کشید یا 120 روزه کشید جان دمانده میشه. بعد 4 ماه یعنی دیگر آدمی حکم آدمی زنده را داره، او را مثال ابورت کردنش اجازه نیست. تا 4 ماهگی اگر عذر باشه، عذری نباشه که برای ببینیش در مقصد اپرات دختره برای دختر بودنش ابورت کنید، یا برای نباشد که مقصد آخی فرزندان بسیاری بچه یکیش ابورت میکنه، یا برای نباشد که پگه میره یک جا سیل میکنه و عذرها قطعی برادر عزیز تا 4 ماهگی اجازه داره. او چی اجازه؟ سوالم زن اگر قبول کردن نکرد تا 4 ماه ابورت اجازه برای همون سوال ها جواب. السلام علیکم. درباره ایپاتیک گپ زنید. خانه بسیار ایپاتیک گرفتن درست است یا نه؟ همین برادرای عزیز از قول علمای تاجیکستان بود. با همون دامله‌هایی که ما نشستیم، دامله‌هایی که خیلی در تاجیکستان کلان و معروف و مشهور هستند، همونا که ما نشستیم همین ایپاتیک را اجازت میدن. یعنی خواه خانه باشد، خواه ماشین باشد، خواه زمین باشد. ایپاتیک با مسلمان میگن میشه. در غیر مسلمان همون بگیم بزرگا و کلانترها اجازت نیست. با چیه؟ خیلی اکنون بعضی چیزایی هست که دارای عزیز در بینای خودم با اینا هم شما ببینید کم کمک سخنبری، سخن آوردن یعنی کار میکنین حرفتون رو نمیتن. همین مسلمانای خودمونن، سردارای خودمونن، همین ها را ما خیلی در شهری که بودیم نو بسیار راستی در عصبانی شدیم، خیلی هم بده گپای بلند هم گفتم، لیکن انشاءالله بگفتم تلخ تا شیرین شوید.